میگه یکی از علما شب که میخواست خواب بره گفت یک بار برم جایگاه مادر ما ببینم چه حال است. آمد که مادر خواب از پاکاش پر از چنگ و غبار، خم شدن بریشاش کفای پای مادرش تازه کردن و سحر آمدن خواستن درس بگن. یکی از شاگردا گفتن حضرت شب تهجد خوندی، ذکر کردی، تلاوت قرآن کردی؟ گفتن چرا؟ حضرت جان گفتن خواب دیدیم که ریشات پر از دور و مروارید است، از بریلیانت و سنگ‌های قیمت بها. گفت او خاک کفی پای مادرم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز یک صحابه را دید که در ریشاش ملائکه ها بحث دارند. گفت بچه‌م این روز چه عملی خوبی را انجام دادی؟ گفت حضرت جان از کار آمدم، پاکای مادر ما دیدم پر از چنگ و غبارند، خم شدم بر ایشان کفای پاش تازه کرد و آبای دیده حبیب خدا ریختم. و حضرت ابوهریره گفتن حضرت جان آیا قصه جوان شما را ناراحت کرد؟ گفت یا ابا هیر، نه. گفت کاش گفت مادری من زنده میشی.